روز بخیر بیننده عزیز. سرخط خبرها: تاجیکستان به طالبان به مبلغ 73 میلیون دلار برق فروخته است. در ناحیه یاون یک چینی و یک ساکن ناحیه در سوختار هلاک شدند. نرخ پیاز باز هم بالا رفت. طفلی را در سوریه از زیر خرابه ها در آغوش مادری فوتیده زنده پیدا کردند. نجات بخشان در ترکیه و سوریه روز 8 فوریه جستجوی بازماندگان زمین لرزه مدهش را ادامه می‌دهند که روز 6 فوریه هزاران نفر را در هر دو کشور کشت. مقامات رسمی میگویند تعداد قربانیان فلاکت در ترکیه و سوریه به مرز 8500 نفر نزدیک شده است. پس لرزه های خطرناک و هوای سرد کارهای نجات را مشکل کرده است. در شهر جیندیریسی سوریه یک نوزادی را از زیر ویرانه‌ها بیرون آوردند که در آغوش مادر مرده‌اش زنده مانده بود. بیشتر از همه ولایت غازیانتپ ترکیه آسیب دیده است که در آن صدها خانه ویران شده است. در سوختار در کارخانه استحصال سمنت در ناحیه یاون یک شهروند چین و یک ساکن محلی به هلاکت رسیده 8 نفر دیگر جراحت برداشتند. حادثه روز 31 ژانویه رخ داده است ولی مقامات جزئیات آن را تازه اعلام کردند. روز 8 فوریه در نشست مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده ختلان بر روزنامه‌نگاران گفتند که لو و شهروند 40 ساله چین و تبر تشیوی 35 ساله کارمند کارخانه ماهر سمنت ناحیه یاون بودند. با گفته مقامات از 8 نفر آسیب دیده 3 نفر شهروند چین و 5 نفر شهروند تاجیکستان بودند. در کارخانه ماهر سمنت که با سرمایه مشترک صاحبکاران تاجیک و چین بنیاد شده است 10 نفر از ساکنان تاجیکستان و چین کار میکنند. تاجیکستان در سال گذشته به افغانستان به مبلغ تقریباً 73 میلیون دلار برق فروخته است. بر اساس سند از خدمات گمرک تاجیکستان که رادیوی آزادی آن را 8 فوریه دید، این به زیاده از 1 میلیارد و 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق برابر است. هفته گذشته وزیر انرژی و رئیس شرکت برق تاجیک اطلاع را در این باره پنهان داشتند. انگیزه آنها برای خودداری از پیشنهاد حجم برق صادراتی و نرخ فروش آن به خارج از جمله به افغانستان روشن نیست. تحلیل آماری داد و گرفت جانب‌ها نشان می‌دهد که دوشنبه در عهد طالبان نرخ برق را به افغانستان بالا نبرده نرخ میانه آن اندک پایین‌تر آمده است. ارزش هر کیلووات ساعت نیروی برق صادراتی در سال گذشته 4.3 سنت بوده است. در سال 2021 این رقم به 4.42 سنت برابر بوده است. بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان ضمن یک سفر غیر انتظار به شهر کیف اعلام کرد اوکراین از چند کشور اروپایی بیشتر از 100 تانک نوی پیشینه لئوپارد 1 را به دست می‌آورد. تانک ها را آلمان و هلند و دانیا به اوکراین می‌فرستند. وزارت دفاع اوکراین روز 7 فوریه در یک بیانیه رسمی گفت بوریس پیستوریوس وعده داده است که از 20 تا 25 تانک تا فصل تابستان و 80 تانک دیگر تا آخر همین سال به اوکراین میرسند. بوریس پیستوریوس که 3 هفته پیش وزیر دفاع آلمان تعیین شد با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ملاقات کرد که گفته است گرفتن تانک های آلمانی برای کشورش مهم است. چلخان خالف یکی از سراینده های شناخته تاجیک روز 7 فوریه در سن 66 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. همکاران و هنرپیشگان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که او سالهای اخیر از بیماری سرطان جگر رنج می‌کشید. آوازخوان شناخته در پایان سالهای 80 از طریق گروه گنجینه به صحنه بزرگ آمد و بیشتر سرودهای مردمی را می‌خواند. از سروده‌های مشهور او دویت بازوبندم را بیده می باشد که با او شهرت زیاد آورد. در یک هفته اخیر نرخ پیاز در بازارهای کشور 12% بالا رفته است. برنامه آذوقه سازمان ملل متحد که نرخ بازارها را تحلیل می‌کند در گزارش اخیر خود روز 7 فوریه گفت ارزش پیاز در قیاس با ماه گذشته بیش از 50%
زیاد شده است. طبق این گزارش کیلوی پیاز در کشور وابسته به منطقه ها از 7 تا 11 سومانی ارزش دارد. برخی از کاربران آزادی نوشتند که 1 کیلو پیاز در برخی محل‌ها تا 12 سومانی رسیده است. نشریه حکومت تاجیکستان جمهوریت نوشته است که سبب بالا رفتن نرخ پیاز سردی بی سابقه است که حاصل کشاورزان را در انبارها سرما زده است. این نشریه گفته است اگر سال در کشور نزدیکی 700,000 تن پیاز استحصال شود برای ساکنان کفایت خواهد بود. طبق خلاصه برنامه آذوقه نرخ محصولات دیگر از جمله آرد و روغن و برنج تخم اندکی پایین رفته است. خبرهای آخر. بانک ملی تاجیکستان برای روز 8 فوریه قربی 1000 روبل روسی را 145 سومانی، 1 دلار را 10 سومانی و 33 درم و 1 یورو را 11 سومانی و 5 درم مقرر کرده است. چون معمول قربی اسعار در بانک‌های تجارتی اندکی فرق دارد. خبرهای از این بیشتر را شما در برنامه اخباری آزادی ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه تماشا کنید. خدا نگهدار.